رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی نامه اعمال بندگان برده میشود، الله اول و اخیرش را میبینه. پرسان میکنه از فرشتگان در اول و اخیر نامه چی نوشته کردین؟ در اول و اخیر این نامه چی نوشته است؟ میگه پروردگارا در اولش هم نوشته است استغفر الله، در اخیرش هم نوشته است استغفر الله. یعنی در اول روز وقت نماز صبح را خوانده، بنده 3 مرتبه پشت نماز چی گفته؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. و در اخیر روز هم وقت شام را خوانده 3 مرتبه گفته استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله میگوید بین نامه‌اش را نخوانید بنده را بخشیدم. بین نامه‌اش را نخوانید این بنده ام را بخشیدم. اسباب مغفرت 3 تا چیز است. چند تا؟ 3 تا. اول کثرت دعا، بسیار دعا کن. امشب دعا بکن. من یه وقت نگفتم که هر در دشمنت را اگر بار بار بزنی و بزنی آخر همون دشمنت در باز میکنه، برات میگه تو چی کار داری، دیوانه کردی ما را. تو امشب دعا بکن، به کثرت دعا بکن، ان شاء الله در پروردگار در رحمتش برای تو باز میشود. یکی از اسباب مغفرت همیست که از دعا خسته نشید. هر وقتی گفتی دعا کردم نشد دیگر دعا نمی کنم، اون وقت خدا دیگر در رحمت را برای تو وسع کرده است. ناامید نشو. لا تیأس من روح الله. ناامید از رحمت پروردگار نشو. یکی از اسباب مغفرت دعاست. دوم از اسباب مغفرت استغفار است. زیاد استغفر الله. امروز تا اخیر روز بگو استغفر الله استغفر الله. همین که حرکت کردی استغفر الله، وقت افطاری استغفر الله، وقت افطاری رسول الله صلی الله علیه و سلم در اول رمضان برایتان گفتم که دعای بنده را قبول میکند. در همین استغفر الله چند مرتبه بگو، بعد دعا بکن. سوم از اسباب مغفرت همیست که هر عملی که انجام دادی تکبر نکنی که خدایا من رمضان روزه گرفتم، خدایا من خود تراویح خواندم، پروردگارا من خود ختم قرآن داشتم، پروردگارا من خود صدقه دادم، من خود صدقه فطر دادم، پروردگارا من خود خیرات کردم، من افطاری دادم. نه، عجب نکن، خودپسندی نکن، کبر نکن، تکبر نکن، بلکه بگو خدای این همه را دادم اما نمیدانم تو قبولش کردی یا نکردی. یعنی عاجزی را الله بسیار دوست دارد، انکساری و شکستگی را الله بسیار دوست دارد. پس عزیز من، خواست من نیست که 2 رکعت نماز امشب فراموش نکنیم به نام نماز توبه. بعد 2 رکعت نماز نفل است. هر قسم سوره‌ای که تو بلد هستی بخوان، خاص نیست کدام چیزی تو بخوانی. 11 مرتبه استغفر الله، 11 مرتبه درود شریف، 11 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. و از ته دل توبه بکن، ان شاء الله رب العزت و الجلال دعای موتور قبول میکنه. حالا خیلی زنو بشینیم که دعا بکنیم. و سلام موضوع امتی کی هست؟ چرا بلند صلی الله علیه و سلم نمیگه؟ ما تو امت یک نازنین و محبوب هستی که گریه اش را الله تحمل نداشت. یک روز آمد جبریل امین، دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گریه میکند. عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا گریه میکنی؟ رسول صلی الله علیه و سلم فدای قلب مهربان شویم، فدای اشکای نازنین محبوب ما شویم. رسول صلی الله علیه و سلم به جبریل نگاه میکند، میگه ای جبریل امین، درد امت و غم امت مرا به گریه انداخته است. او غم عایشه را نمیخورد چون عایشه عمل نیکش خیلی زیاد بود. او غم فاطمه را نمیخورد چون سیدة نساء اهل الجنه بود. او غم صدیق اکبر را نمیخورد چون اول کسی که داخل جنت میشود صدیق اکبر است. او غم عمر را نمیخورد چون عمر کسی بود که رسول الله فرمود تمام وجود از ایمان است. او غم عثمان غنی را نمیخورد چون او را بشارت جنت داده بود. او غم علی را نمیخورد چون به او بشارت جنت داده بود. او غم من و تو گناهگار را میخورد. او غم شرابی را میخورد، او غم زناکار را میخورد، او غم او امت را که 29 روز روزه نگرفتن میخورد، او غم او گناهگاری که در ماه مبارک رمضان هم نماز نخوان غم او را میخورد. او غم اصحابش را نمیخورد. بعد جبریل امین میرود به سمت الله،
و رب العزت و الجلال میگوید که محمد امین صلی الله علیه و سلم امروز خیلی گریه دارد. گاهی وقت به یاد امت میافتاد. هر روز که اگر آسمان طوفانی میشد صحابه دویده می آمدن که ببینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کار میکنه. همین که هوا اوضاعش تغییر میکرد، ابری میشد، حالت آسمان تغییر میکرد، صحابه دویده می آمدن که ببینن رسول الله چی کار میکنن. وقتی می آمدن میدیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش به سجده ماندگی است، این دعا رو میکنه: اللهم ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یا الله، اگر امت مرا عذاب بدی بنده های تو هستند. اگر امت را عذاب بدی بنده های تو هستند. و اگر امت مرا ببخشی تو خو غفور هستی، تو خو رحیم هستی، از تو جز این دیگر چیز توقع برده نمی شود. یه حالت پیدا میشه. یعنی کمی اگر اوضاع تغییر میکرد، الله در قرآن میگه عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. آن قدری امت را دوست داشت حتی اگر یک طفل که گریه میکرد، در حدیث میآید، فکر میکنم حدیث بخاری است، اگر یک طفل گریه میکرد نماز صبح، رسول صلی الله علیه و سلم نماز را بسیار سریع به پایان میرساندند که زود مادر همین طفل برود که طفل گریه دارد. چقدر مهربان بود به این امت. جبریل امین می رود، بعد دوباره برمیگردد، عرض می کند: یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از نزد پروردگار تو آمدم. پروردگارت گفت: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو غمگین مباش، روز قیامت تو را به خاطر امتت راضی می سازند. از شما پرسان میکنم، اگر یک امت داخل جهنم باقی باشد، از امت مسلمان پیامبر رسول الله راضی می شود؟ این عزیز است یا نیست؟ دوست داشتنی هست یا نیست؟ خب یک بار با آواز بلند بگو صلی الله علیه و سلم. او چقدر در اون مدینه نگران است، چقدر نگران است که رمضان برود امت من بخشیده نشود. چقدر نگران است رسول الله صلی الله علیه و سلم که رمضان برود امت من بخشیده نشود. بیاییم به خاطر محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم یک خواهش از تو دارم، یک خواهش. او روز هم از عزیزان دو شب خواهش کردم، امروز از تو خواهش میکنم 2 رکعت نماز. چقدر؟ 2 رکعت نماز. نام این نماز را بگذار توبه. 2 رکعت نماز بعد از چاشت میخوانی هم میتوانی. اگر شب بعد از خفتن هم میروی 2 رکعت نماز بخوان از ته دل. این نماز را بگذار، نامش را توبه. بعدش 11 مرتبه درود بخوان، 11 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بگو، 11 مرتبه استغفر الله بگو. بعد دستت را بلند کن، از ته دل پشیمان شو و به الله بگو خدایا اشتباه کردم، خدایا مرا ببخش. به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد هنوز دستت پایین نشده که خدا تو را میبخشد. هنوز از ته دل توبه بکن، هنوز دستت پایین نشده که الله من تو را میبخشد. وقتی حضرت موسی از پروردگار تقاضا میکند که ما 3 روز است دعا میکنیم، چرا پروردگار دعای ما قبول نمیشود؟ الله میفرماید در بین قوم بنی اسرائیل، التوابون ابن قدامه حنبلی این داستان رو میآورد. میگه در میان بنی اسرائیل جوان است، مرد است که 40 سال به معصیت و گناه سپری کرده است. من چطور دعای شما را قبول بکنم در حالی که دشمن من در میان شما هست؟ حضرت موسی وقتی این کلام را میشنود صدا میزند: ای مرد خدا ناترس، ای مرد بیباک، ای مرد روسیا، ای مرد که قلبت از شرک و گناه سیاه شده، از میان قوم بنی اسرائیل برو بیرون که این قوم بیچاره 3 روز پشت هم آمدن، مواشی هلاک می شود، حیوانات هلاک می شوند. برو از میان قوم بنی اسرائیل بیرون تا الله دعای ما را قبول بکنه. در همین لحظه این مرد که این همه گناه کرده خودش میدانه، هر کدام ما میدانیم که چقدر گناه کرده،
کل ما میدانیم که چه کارهایی که نکردیم. این مرد خوب فکر میکنه که میبینه هیچ کسی از قوم بنی اسرائیل بیرون نمیرود. میگه خدایا اگر من از میان این قوم بروم بیرون دیگر رسوا میشم. خدایا اگر من بروم دیگه همه به من توف میاندازن، لعاب دهن میاندازن که تو بدبختشون بودی که دعای ما به خاطر تو رد میشد. میگه او سر خود را داخل گریبان خود میکند، میگه خدایا توبه کردم. خدایا اگر 40 سال از تو دور بودم الان از ته دل میخواهم محبوب تو شدم. خدایا توبه کردم، اگر مرا بخشیدی پس باران رحمتت را بفرست. هنوز کلامش تمام نشده که ابرها سرازیر می شود، باران شروع می کند. حضرت موسی تعجب می کند که هیچ کسی از این صف بیرون نشد. عرض می کند پروردگارا چی شد؟ کسی از میان صف بیرون نشد. می گوید ای موسی، دشمن من که 40 سال با من دشمنی داشت همین الان محبوب من شد. من این باران را به برکت توبه اون آوردم. حضرت موسی میگه پروردگارا اون را به ما نشان بده، اون را به ما نشان بده که به اون مژده بدهیم. الله میفرماید تا چند لحظه پیش دشمن من بود به تو نشان ندادم، الان که ولی من شده من ولی خود را رازش را افشا نمی کنم.